پنگوئن در حال فکر کردن است. این پنگوئن‌ها هستند. پنگوئن‌ها در قطب زندگی می‌کنند و غذای مورد علاقه‌شان شاه میگو است. پنگوئن‌ها در محیط قطب هستند، کنار آب. در بازار قطب، هر یک شاه میگو قیمتش یک تکه یخ خاص است. پنگوئن‌ها مشغول مبادله هستند. تابلوی قیمت، یک شاه میگو یک تکه یخ. پنگوئن ما کار می‌کند. یک تکه یخ می‌گیرد و با آن یک شاه میگو می‌خرد. پنگوئن کارگر، مثلا در حال سوراخ کردن یخ، یک تکه یخ به دست می‌آورد. پنگوئن سیر است، خوشحال است و زندگی خوب است. پنگوئن در حال خوردن شاه میگو. اما یک روز، شاه پنگوئن تصمیم می‌گیرد که دلش یک تخت پادشاهی بزرگتر می‌خواهد. شاه پنگوئن با تاج روی یک صخره است. او مقدار بسیار زیادی تکه یخ جدید درست می‌کند، به معنای چاپ پول. پنگوئن‌ها مشغول تولید انبوه تکه‌های یخ روی تسمه نقاله هستند. و همه آن یخ‌ها را به پنگوئن‌های دیگر می‌دهد. شاه پنگوئن در حال توزیع بسته‌های یخ بین پنگوئن‌ها. حالا همه پنگوئن‌ها یک کیسه پر از پول دارند. پنگوئن‌ها با کیسه‌های یخ خود راه می‌روند. همه فکر می‌کنند ثروتمند شده‌اند. همه می‌روند تا شاه میگو بخرند. جمعیت زیادی از پنگوئن‌ها با کیسه‌های پول به سمت بازار می‌روند. ولی تعداد شاه میگوها که بیشتر نشده است. مغازه فروش شاه میگو تابلوی تمام شد sold out دارد. فروشنده شاه میگو می‌بیند همه کلی تکه یخ اضافی دارند. با خودش میگوید فروشنده در حال فکر کردن است. فروشنده داد میزند قیمت جدید. هر یک شاه میگو حالا 10 تکه یخ خاص. تابلوی قیمت جدید نصب میشود. یک شاه میگو 10 تکه یخ. به این میگویند تورم. پنگوئن ما با کیسه پر از یخ فقط میتواند یک شاه میگو بخرد. یعنی تکه های یخ زیاد شدند اما ارزششان کم شده. انگار دیگر خاص نیستند. تصویر انبوه تکه های یخ و یک شاه میگو در کنار آن. پنگوئن ما با آن همه پس‌انداز هنوز گرسنه است. او دیگر پولدار نیست. پنگوئن غمگین و گرسنه به تصویر کشیده می شود. شاید شاه فقط یک صخره یا تخت جدید می خواست. تورم یعنی پولی که امروز داری کمتر از پولی است که دیروز داشتی. دو تصویر مقایسه‌ای، دیروز یخ کم، شاه میگو ارزان و امروز یخ زیاد، شاه میگو گران. پنگوئن ما فهمید که داشتن شاه میگوی بیشتر مهمتر از داشتن تکه های یخ بیشتر است. پنگوئن در حال خوردن شاه میگو روی انبوهی از یخ‌های بی ارزش.